بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، در این نوار به 5 سوالی خیلی تکرار به تکراری شمایان درباره ماه رمضان و روزه‌داری جواب خواهم گفت. آن هم اولا درباره روزه زنی حامله. خواهرانی زیاد در این باره سوال کردند که من حامله هستم، یکی ماه نو، یکی ماه دو، یکی در دیگر مرحله های حاملگی، آیا روزه گیرم گناهکار میشوم یا نه؟ علل خصوص که به من کلانسان ها میگویند روزه گرفتی روزت قبول نیست، برای اینکه حامله اصلا روزه گیریش ممکن نیست. یعنی همین سال است که همین جمله زیاد تکرار می شود که گویا در شریعت همین گونه یک دلیل باشد، حدیث باشد، آیت باشد، سخن علما باشد که زنی حامله روزه گیرد روزش قبول نمی شود، او گناهکار می شود. همین گونه چیزی باشد که در این باره خواهرهای زیاد پرسیدند. درباره حاملگی در ما حدیث در مسند امام احمد و ترمذی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله وضع عن المسافر الصيام و شطر الصلاه و عن الحامل و المرضع الصيام. پروردگار گذاشت یا که برداشت از مسافر نیمی نماز را، نمازهای 4 رکعته را 2 رکعته میخوانند چون مسافران، و این چنین روزه را، و از زنهای حامله و شیردهنده روزه را. یعنی در نزد 4 مذهب و یا گفتیم اتفاق علما این حدیث دلالت نمی کند که زن حامله و یا این که شیرده روزه گیرد گناهکار می شود، بلکه معنیش این است که زنی که حامله هست و شیر می دهد رخصت دارد که به خاطر بی‌قوتی یا به خاطر اینکه مثلا به سلامتیش یا به کودکش ضرر می رسد روزه نگیرد، اما برایش فرض می شود که بعد از خلاصی از حاملگی یا بعد از شیر برآوردن کودک روزه بگیرد. اما اگر زنی حامله یا شیردهنده گفت که من سلامتیم خیلی خوب است، برعکس خیلی میخواهم به ثواب ماه رمضان شریک شوم، و هم زیاد خواهرها در زمان حاضر که میخواهند از فربگی بعد از حامله داری و بعد از تولد خلاص شوند، من میخواهم روزه بگیرم هم برای رضایت الله هم برای یکم دیت یا لاغر شدن، یگان با که ندارد شما گناهکار نمیشوید. و سبحان الله تقریبا یگان طبیبی رو نشونیده بودم من خودم شخصا در مدتی که خودم صاحبی 4 فرزند هستم که گفته باشد که اصلا روزه نگیر به تو ضرر دارد. همین گونه طبیب رو اصلا نشونیده بودم. آره خواهرهایی هستن که آنها بیمار هستند، بیماری خونکمی دارن، اونها یک کم گرسنه ماندن سرشان چرخ میزند به زمین میافتند، یا اینکه خواهرهایی هستن که بیماری های جدی دیگر دارن که عموما سلامتیشان برای گرسنه ماندن یک چند ساعت اصلا اجازه نمیدهد و آنها نه روزه گرفته میتوانند نه ساعت های طولانی گرسنه مانده میتوانند. اما این گونه خواهرها خیلی کم هستند، برعکس خواهرهای زیادی دیگر هستند. و حتی حدیث است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهای شیردهنده وقتی روزه میگرفتند حرکت میکردند روزانه به فرزندهایشان یگان نمود خوراک دهند و شبش فقط شیر دهند. یعنی شما اگر کودک معده داشته باشید یا حامله باشید، اگر سلامتیتان اجازه دهد که هر یک زن از جسم خودش از طلبات بدن خودش آگاه هست، اگر شما توانید البته روزه برایتان یگان گناه ندارد و یگان شوهر و یگان خوشتامن و پدر و مادر حق ندارد بگوید که نه تو روزه نگیر گناهکار میشوی، حامله هستی روزت قبول نیست. این گپ در یگان جا نآمده است. نباید از نام شریعت گپی دروغ زنیم که زنی که حامله است روزه گیرد گویا گناهکار میشود روزش قبول نیست. آره زنی که میداند که روزه گیرد از حال میرود و دیگر درد سر برای اهل بیتش می شود، از پا می افتد، قدم گرفته نمی تواند، یا زنی که کودکش معده است و اگر شیر مادر نخورد که الان می داند تقریبا 90% کودک ها می توانند شیر صنعی یا از همان شیرهای عادی که برای کودک ها تیار می کنند از آن بخورند. یعنی این در حاضر زمان برای کودک ها غذاها یا طعام هایی که برای کودک های شیرخواره آماده است خیلی زیاد هستند. اما یک خیر گفت نه علاج نه، کودک من از گرسنگی تمام روز گریه میکند و بیمار شود، الله به تو اجازه داده است که روزت رو نگیری، پس نگیری، خودت رو گناهکار نکن. میگویم وقتی که او بیمار است یا کودکش بیمار میشود اما سلامتی خوب دارد. و من شخصا در همون مدتی 10-15 سالی که در بیرون با خواهران طالب علم
هستم تقریبا ندیدم خواهری که گفته باشد من حامله بودم، روزه داشتم و بیمار شدم. و چه خیلی گفتم طبیبی رو ندیدم که گفته باشد. برعکس میگن اگر تو ویتامین داروی برای خونداری در وقت افطار و سحرخوری خور، روزه برعکس. امروز هم دیده ایستاده چقدر طبیبان گفته ایستادن که گرسنگی مقطع یا گرسنگی که چند ساعت گرسنه میمونی باز خوراک میخوری سلامتی رو خیلی خوب میکند و بدن انسان رو، جسم انسان رو قوی میکند و گفته خودمان ایمونیتت رو به قوت میکند. برای همین خواهران حامله دار نترسیده، اگر سلامتیتان البته بردارد روزه گیرید و گپی دروغ است که تو روزه گیری روزت قبول نمیشد از گویا چون که تو کودک معده داشته ای یا اینکه کودک شیرده داشته ای. سوال دیگر عزیزان درباره شخص بینماز است، بینمازی که روزه میگیرد. و سبحان الله پیش از همه یک انسانی که نماز نمیخواند وقتی روزه میگیرد، او برای چی روزه گرفته باشد؟ برای رضایت الله، برای گرفتن ثواب؟ اگر تو برای اجابت کردن امر الله روزه گرفتی، در یک روز 5 بار مؤذن الله میگوید حی علی الصلاه نماز نمیخوانی، بس در یک سال که شد اجابت میکنی الله را روزه میگیری برای گرفتن ثواب. یعنی آنهایی که شاید من خطا کنم، البته این فکر شخصی من است، به نماز روزه میگیرند خیلی روزهشون شبهه آور است. آیا در حقیقت برای رضایت الله این روزه را گرفتن، یا اینکه در عائله همه روزه دار است و یا اینکه عموما الکه من نماز که نمیخونم روزه هم نگیرم از کافر بدتر شدم گویان روزه میگیرن. یعنی آدم در حیرت میموند وقتی به نماز روزه میگیرد که این برای چی روزه گرفته باشد، این برای چی روزه گرفته باشد وقتی که نماز نمیخوند. و در مسئله خطر بینمازی من پیشتر صحبت کرده بودم که بعضی علمای هستن که میگویند تو نماز نمیخوانی از روی تنبلی نماز نمیخوانی، برای اینکه از روی انکار کردن نماز نخوندی این مسئله اتفاقی است که تو از دین خارج شدی، تو مسلمان نیستی. اما از روی تنبلی بعدن میخوانم کمی سین سالم بالا رفت میخوانم گویا نماز نخوندی. مثلا بعضی علمای هستن که از جمله از علمای معاصر هم هستن که میگویند مثلا مثل ابن عثیمین و اینها میگن تو از دین برآمدگی هستی. قول در مذهب امام احمد هم هست، میگن از روی تنبلی کسی که نماز رو ترک میکند او مسلمان نیست، نه روزه اش، نه حجش، نه زکاتش هیچ ثوابی ندارد. و البته جمهور علما یا دیگر مذاهب میگویند نه، او در گناه کبیره دچار است و حتی جزاش قتل است، کشتن است. اگر دولت اسلامی باشد این یک جنایتکار است، آنی که از روی تنبلی نماز نمیخواند. و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه او را زندان کرده میشود تا اینکه به نماز برگردد. و آدمی بی نماز وقتی روزه میگیرد، یعنی شما بدونید که شما در یک روز 5 بار امر الله را من رد کردید، 5 بار مؤذن الله گفت حی علی الصلاه نمازت را بخوان، شما 5 بار گفتید نمیخوانم. پس در یک ماه یک روزه میگیرید به خاطر رضایت الله، تا کجا الله از شما راضی میشده باشد؟ آره شاید یعنی برای روزه از سرتان ساقط شود، اما گناه بینمازی رو چیکار میکنیم که روز قیامت اولین چیزی که شما حساب کتاب میشوید نمازتان است. نماز شما صلاحیت یعنی صلاح دارد، یا گفتیم نماز شما همش با ترتیب است و در جایش هست، دیگر عملهای شما هم انشاءالله در جایش هست. نمازتان اگر مشکلی دارد دیگر اعمال شما هم مشکلی دارد. برای همین نفرانی که به نماز روزه میگیرید به خود آید، سر را به سجده ماندن شما را اصلا خور نمی کند. با سرتان را به سجده ماندن کارتان مانده نمی رود، زندگیتان مانده نمی رود. علل خصوص نفرانی بیشتر میگن ما به خاطر کارمون اجازه نمیدید نماز میخوریم، یعنی ساعتهای کارمون زیاد است. یا خواهری حامله، خواهری که در خانه شوهر کار زیاد دارد میگوید اگر من نماز خونم به یک دنیا کارم دستم نمیرسد. نه، برعکس نماز برکت زندگیت هست. همون کارت به قریبی تو رو ترک میکند. وقتی بیماری آمد، بلای به سرت آمد، یکم همون خیش و تباری که به خاطرشان نماز نمیخونی، همون فرزندهای دست تو بیزار میشوند. این نماز است که تو را به الله نزدیک میکند. این 5 بار صحبتی تو با الله هست در یک روز، 5 بار سجده ماندن به زمین است که به تو قوت بدن میدهد، به تو قوت دل میدهد. نباید به خاطر کار و خیش و تبار و فرزند و کار خانه و کودک و دیگر نماز را ترک کنید که گویا که نماز خواندید اینها مونده میرود. برعکس برکت زندگیتون از دست می رود با بینمازی. و روزهتون هم چه فایده داشته باشد روزه‌ای که تو وقت نماز نمیخوانی. برای همین روزه شخص بینماز، ایده از علما میگن هیچ
قبولی ندارد و انسان اصلا مسلمان نیست. ایده دیگر میگویند برابر این که بر روزت ثواب گرفتی چقدر زیاد به بینمازیت تو داری گناه میگیری که گمان نکن روزایی که بینماز تو گرفتی تو را از آتش جهنم یا از غضب الله نجات دهد. سوال دیگر درباره ضرر روزه به کودکان بود که درباره کودکان خواهران زیاد مادران زیاد هم پرسیدند که کودک 9 ساله من روزه گیرد یا نگیرد، 10 ساله است روزه گیرد نگیرد، اصلا از کی روزه فرض می شود؟ همه می دانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفع القلم عن الثلاث گفتگی هستند، قلم از 3 طایفه برداشته شده است، از آدمی خواب تا بیدار نشود، از دیوانه تا اینکه به خود آید و عن الصبی حتی یحتلم و از کودک تا اینکه به بلاغت برسد. و کودکان در به بلاغت رسیدن متفاوت هستند، یعنی خیلی فرق میکنند. بعضی دخترچه‌ها در 14 سالگی به بلاغت میرسند، بعضیشون در 15 سالگی، بعضیشون حتی در 11 سالگی حیض میبینند که از حیض و از شکل دخترچه که به زن مانند میشود، قدش بلند میشود، جسمش به زنها مانند میشود، نورس هست میگوییم، او به بلاغت میرسد. پسرچه ها هم عیناً همین گونه، بعضیشون 14 ساله، بعضیشون 15 ساله، بعضیشون 13 ساله، در هر سن و سال بعضیشون حتی 11 ساله به بلاغت میرسد و در همین وقت برایشان فرض میشود. اما تو دخترچه حیض دیدنش او نباید روزه بگیرد، نباید نماز بخواند، یا پسرچه تو مثلا بعضی بسیار پسرچه ها در 13-14 سالگی به بلاغت میرسند، تو این وقت وای نباید سجده کند به الله، نمازش بخواند، روزه بگیرد. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن علموا اولادکم الصلاه و هم ابناء السبع، 7 ساله شد وقتی فرزندانتان نماز رو یاد بدهید. و دیگر فریضه ها رو هم به این قیاس میکنیم، روزه گرفتن رو و مثلا به دخترچه سطر کردن رو از 7 سالگی یاد گیرد، یعنی فرض نیست اما یاد گیرد. البته اگر کودک شما قوتش نمیرسد، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله کودک شما میدونید، هر مادر میدوند کودک خودش رو که سلامتیش چگونه است. بعضی کودک ها هستن از پا میافتند، سخن کردن نمیتوانند، سرشون رو برداشته نمیتوانند اگر مدتی طولانی گرسنه بمانند. در این وقت فقط از 7 سالگی یاد بدید که تو مثلا از پگاهی تا ساعتی یک چیزی نمیخوری، صیام متقطع میگن، روزه یعنی پارچه پارچه، بعد از این تا بگاه، یعنی فقط یاد دهید تا نصف روز تا نصف روز. اگر گفتید که این تماما نمیتواند، یعنی حداقل در رمضان یک مدت گرسنه بودن رو یاد دهید. اما کودکانی هستند که ماشاءالله از 8 ساله 9 ساله سلامتیشون هم خوب است و برعکس خیلی هوسمند هستن برای روزه‌گیری و مادر هم میداند که این کودک با روزه‌گیریش بیمار نمیشود. علل خصوص خیلی گفتم در یک زمانی هستیم که مصیبت فربگی در زن و مرد و در کودک هم هست. در این وقت کودک روزه گرفت، هم کودک صبر کردن را یاد میگیرد، هم دیگر برکت رمضان به عائله به همگان می آید و کودکتان مدتی دراز به گرسنگی و به قدر آب و نان و به قدر خوراک دستپخت مادر می رسد. یعنی به عموما اخلاق کودک خیلی روزه فایده دارد. از یک طرف ثواب برای پدر و مادر، از یک طرف برای کودک فایده دارد. برای همین اگر گفتید به کودکم روزه ضرر داد، من دیدم روزه گرفت تو از پا افتید، حالش یعنی خیلی بد شد، در این وقت روزه نگیرد، برایش فرض نیست. اما گفتید نمیتواند، در این وقت روزه بگیرد. برعکس خیلی گفتم روزه به سلامتیش فایده دارد و صبر کردن را یاد میگیرد و از کودکی الکی به عبادت عادت میکند، به عبادت عادت میکند. و آنهایی که باز اینجا البته در ما این مصیبت است، یعنی دشمنان دین همیشه همه چیز رو می آورند. روزه به زنی حامله ضرر دارد، به کودک ضرر دارد، به بچه های به بلاغت نرسیده ضرر دارد، در وقت گرما ضرر دارد، برای کارگر ضرر دارد. اینها همشون روزه نگیرند. یعنی میخواهند اینها که شما از ثواب این یک ماه، از برکت روزه یک ماه محروم شوید و گویا که با دلسوزی این رو میگن. اینها به فکر شما، اونهایی که همین گونه فتواها صادر میکنن از بالا و پایان، اینها به شما رحم میخورن؟ نه، فقط میخوان که شما از محروم باشید از ثواب و همین گونه میخوان مردم رو از دینشون باز دارن. یک سوال دیگری دائمی درباره خون‌دهی هست، خون‌دهی از رگ‌ها در وقت روزه‌داری. عزیزان، خون‌دهی از بدن عیناً مثل حجامه هست که حجامه پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند در وقت روزه‌داری. حدیث عبدالله ابن عباس است. پیشتر من کرده بودند اما بعداً اجازه دادن یا خودشون کردن.
مکروه هست اگر شما خون دهید و به قوت شوید و خیلی میدونیم بعد از خون دهی هم بعضی خیلی به قوت می شود جسمشون، اینجا مکروه می شود روزتون اگر شما به قوت شدید و به حال شدید اما چیزی نشدید خون دادید به هر حال روزتون نمیشکند. خون گرفتن روزه رو میشکند برای اینکه قوت از خون همچون غذا هست در نزد علمای معاصر که دربارش به نزدیکی صحبت خواهم کرد. اما خون دهی برای کدام نمود مثلا آزمایش باشد بیماری باشد خون دادید از چی از طریقه رگ ها چه همچون حجامه روزتون نمیشکند که مسئله انشالله که اتفاقی است. و سوال پنجم درباره تراویح تنهایی است که خواهرها میپرسند که ما از مسجد خیلی دور هستیم و آیا می توانیم تراویح را به تنهایی در خانه خوانیم و یا آیا می توانیم امام شده با فرزندان بخوانیم یا شوهرم امام شود؟ عموما به مسجد هم تراویح می شود یا نه؟ نماز تراویح عزیزان در کانال راه نور دربارش 2-3 بار صحبت کرده هستم. با جماعت خیلی خوب است. برکت تراویح با جماعت دیگر هست، علل خصوص در مسجد با همراه امام با خشوع در خانه پروردگار که جماعت رو میبینید قوی میشوید، صف مسلمان ها رو میبینید. اما اگر علاجی به مسجد رفتن نیست در خانه خواندید گناهگار نمیشوید، چون از حدیث حضرت عایشه که در صحیح است دیگر کتاب های سنن هم کاملا حدیث مشهور، پیامبر فقط 2 یا 3 روز اول با جماعت خواندن بعدن تنهایی خواندن. اگر شما با تنهایی نماز تراویح رو خوندید خب 20 رکعت خب 8 رکعت که هر دویش هم درست است و به هر دویش هم گناهگار نمیشوید، یا اینکه کمی کرده یا کمی زیاد کرده هم به این گناهگار نمیشوید، انشالله هیچ باکی ندارد. اما زنک به فرزندهایش یا به شوهرش اصلا امام شده نمیتواند. اگر کودکتان قرآنش خوب باشد حتی به بلاغت نرسیده باشد هم در نماز نافله میتواند امامی کند، شوهر میتواند به زن و فرزندانش امامی کند، اما زن نمیتواند به پسرهایش و به شوهرش امامی کند، اما به تنهایی میتواند. یعنی خواهرانی که از مسجد دور هستید یا خواهر و برادرانی که عائله هایی که در غریبی هستید در چه روسیه و اروپا و هر کجایی که در آنجا مسجد کم است، اصلا به خاطر اینکه خانه ام دور است تراویح را ترک نکنید. تراویح ثوابش در همون جماعت خانه اتون هم هست، حتی در تنهاگی هم خواندید ثوابش در آن هست. یکون دعای مخصوص سوره های مخصوص ندارد که برایتان مشقت شود. 2 رکعت میخوانید و سلام میدید، یا 4 رکعت خوانده عیناً مثل 4 رکعت فرض پیشین این نمود خواندنش هم دربارش آثار صحیح هست با که ندارد. شما می توانید از اجر تراویح در داخل خانه تان هم انشالله بهره مند شوید و به تنهایی و تنهایی کسی نداشته باشید هم بخوانید که ثوابش را میگیرید. این بود عزیزان 5 جواب سوال شما درباره رمضان روزه‌داری. الله نصیب کرده باشد درباره خیلی پیشتر هم گفته بودم بیماری ها و نمودهای دارو و نمودهای سوزن داروها که کدامش روزه رو میشکند یا نه به نزدیکی باز همراهتان صحبت میکنم. در پناه الله یگانه باشید. بگذار پروردگار روزه و عبادت های ما را قبول درگاهش کند و بگذار عبادت های بیریا نصیب ما باشد که الله از آن راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.